خطاب من با اون مردهای بی‌رحمی است که نسبت همسر و فرزنداشون خیلی سنگدل هستند، حق زنهاشون پایمال میکنن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید اتقوا الله فی النساء، در حق زنان از الله بترسید. همین سخن برای مردهای ظالمی که نسبت همسراشون همین قدر خنک نظری میکنن، بدرفتاری میکنن، حقوق اونها را پایمال میکنن، سبحان الله بعضیش همین مشت لغت قطعی بیچاره زنک میزنن، سر روش سیاه میکنن. پناه به خدا از این خیلی مردهای ظالم. ببینه مردها، شما خداوند جسم شما را قوی کردگی و زنی که او جسمش ضعیفه در زیر سرپرستی شما او را قرار دادگی و در بالای اینها شما را امر میکنه که وعاشروهن بالمعروف. الله رب العالمین از جانب زنها سفارش میکنه که ای مردها شما با زنها رفتاری نیکو داشته باشید. و پیامبر هم همین خیلی سفارش میکنه از جانب زنها، میفرماید استوصوا بالنساء خیرا. من شما را تاکید میکنم که با زنها رفتاری نیکو داشته باشه. با وجودی که خدا و پیامبر میدونستند که زنها همین خیلی کمبودی ها دارن، کسیک ها دارن، با گفت شما زن به کمبودی نیست، ولی با وجود همین کمبودی های زن خداوند مرد در بالای زن سرپرست قرار داد. الرجال قوامون علی النساء فرمود. خب و در برابر ای با فرمود که وعاشروهن بالمعروف، شما با زنها رفتاری نیکو داشته باشه. و شما با کدام عقل که شما خودتون مسلمان میگی و فرمان خدا و پیامبر یکسو کرده بر یک زنی که خداوند جسم او را ضعیف کردگی و در زیر سرپرستی شما قرار داده، بر او ظلم میکنه، میزنه، میکته. مثلا ها مادر احترام خود چه داره، جایگاه خود چه داره، ولی نباید با سخنهای مادر تو همسر خود بقلپانی دیگه، بزنی دیگه. خب تو حق داری در بالای همسرت که او را نصیحت بکنی، او را با رفتاری نیکو نصیحتش بکنی. ولی زدن، تو اگر یگون کاری که از خلاف شریعت انجام نداد و با گفته نصیحتی تو عمل نکرد، بعد همون رو هم زدنی که در جای ملایمتیش میگه میزنی که مثلا تنبیهش بشه، مثلا نماز نمیخونه، چند بار نصیحتش میکنی مثلا گوش نمیکنه، بعداً حق داری که در جای ملایمتیش بزنی، یگون جوش سیاه کبود نکنی، یگون استخوانش نشکنی. ولی به خاطر یک دو سخن مادرتون میخیزی همسر خودتون میزنیم سیاه